سلام، وقت بخیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. میم باز هم به ادامه درس ویندوز سرور خود که ما شما در ویدیوی قبلی او را انستال کردیم. میم کارهای متباقی خود از دومین ما را پیش میبریم. میم در استارت مینیو بالای سرور منیجر میم میبینیم که ما کدام کارهایی را که انجام کردیم. سفر کلانتر میسازیم. ببینیم که چقدر کارا رو ما پیش بردیم. اینی رو بر شما گفتم که میشه منتظر ازی بمانین که نمی خود چی انستال شود بر شما. اونم ببینین وارنینگ اینمی بعض وقت علائمی است که مثلا بعد سامیسنگ یا می باشه. خب من اینجا وقتی که ویندوز سرور انستال میکنم تکمیل نیست. باز اینجا میم بالای پرمود د سرور تو دومین کنترلر ایران پرمود که به دومین کنترلر خود دوستا اینجا ببینید به ما اکتیو دایرکتوری دومین سرویسز انمی کانفیگریشن ویزاردش به ما اضافه میشه. خب در این قسمت بالا از این میتونیم کلیک کنیم و در این قسمت چی برین اینا دی ان اس هم با ما چی شده انستال شده. دی ان اس که وقتی بالای دی ان اس کلیک میکنیم که اینجا مثلا اون سرویس ده که در اینجا ما شما میتونیم زونیا را کلیک کنیم که بازی مرحله بعدی از است. فعلا میم که دومین خود کلیک کنیم. وقتی بالای دومین ما شما میم اینجا چندین گپ هست. یکی اد دومین کنترلر تو existing دومین است، یکی اد نیو دومین است تو existing فورست است و دیگه خود اد نیو فورست است. در اینجا دوستا ببینید که می خود فورست و چایلد دومین یا چی است. مثلا ما خود فعلا نیو فورست جور میکنیم. ما در پنت برم کویک بر شما یک رسامی را انجام بدم. در این قسمت ما یک دانه دومین دارم. اینمی علامه خود مثلث اینمی فکر کو که چی ماسته دومینای ماسته. اینمی مثلا دومین اینمی دومین ما شد. خب بس ما بالای چی بود باش که فراموش کردم بخی در ایجا بالای فورست بود راستی. ما در این قسمت دوستا خود دومین مثلا من اینجا گندگام باش رستا میکنم. اینجا مثلا من یک دومین دگم مثلا دوستان ما دارم اینجا یک دانه دومین abc.com دارم. این چی هسته؟ اینمی دومین هسته. خب وقتی که ما داخل از این دومین سب دومین های دیگه دارم. مثلا سب دومین یعنی دومین های فرعی، مثلا سرورهای فرعی داریم. مثلا hr.com داریم، مثلا it.com داریم، مثلا marketing.com داریم. اینمی سب دومینا را به نام چی یاد میکنه؟ به نام چایلد دومین یاد میکنه. این به نام چی یاد میکنه؟ چایلد دومین یاد میکنه. بعض جا میگم چایلد دومین چی است؟ هرگاه تحت اینمی مین دومین یا دومینای اصلی ما که مثلا اینمی ABC اینمی مین دومین است، تحت از اون مثلا HR مثلا IT یا مارکتینگ دومینای فری وقتی که فعالیت میکنه باز اینمی را به نام چی یاد میکنه؟ به نام چایلد دومین یاد میکنه. باز چی دومین چی را میگه در قسمت؟ هرگاه HR مثلا جمع IT جمع مارکتینگ مساوی به چی میشه در قسمت؟ به نام تری دومین یاد میشه. خدا کنه که فهمیده باشی. بازی عملی هم بر شما من درس میدم. خب من میگم اد نیو فورست. من اینجا میگم به من یک دومین نیم جور کو. خب میگه دومین نیم تو چی است؟ من میگم به نام tech.com باشه، tech.edu باشه، tech.af، tech.org. میگم این نام دومینم. نکست برش میگم. خب وقتی که من اینجا نکست برش میگم اینجا بر من بخش آپشن های میای مثلا که فانکشنال لول هست. اینجا ما یکی FFL فانکشنال لول داریم، یکی DFL که دومین فانکشنال لول داریم. ایچی مانا میده بسیار ضروری مهم است. فرض کنین دوستا ما در این قسمت یک دانه سرور یا یک دومین ماست، یک تا سینیمیجا یک دومین دیگه است. مثلا اینمی دومین به نام abc.com است و در این قسمت یک دومین دیگه دارم به نام اینجا مثلا
AAA.com است. یعنی تو یک دونه نام دومین ماست. خب اینی 2000 فکر کنین 2022 سرور دارم. فرض مثال اینی یک سرور داره. اینی میگه من اینی تریپل را رن میکنم. خب وقتی که را رن کردم اینجا وقتی کانکشن صورت نمیگیره، مثلا من اینی ویندوز 2025 هستم، یعنی میگه مثلا اینی ویندوز 2025 هستم. خب وقتی که ویندوز سرور 2025 شد دیگه دوستان، این میگه کانکشن در بین از چی نمیشه، مثلا سکسس نیست، اینجا فیل میشه. چی میشه؟ فیل ناکام. با خاطر چی؟ مثلا ما بعض رولز های خود در ویندوز سرور 2022 رن کردیم یا 2029 رن کردیم، اما ما فعلا در عصر فعلی در 2025 مصروف هستم. ما اینجا ایره رن میکنم، دومین خود اینجا کریت میکنم. باز در اینجا خود انمی FFL یا Fourth Functional Level انمی فعالیت داره که مثلا میتونیم 2016 رو انتخاب کنیم که مثلا ما اینجا اگر FFL ما مثلا اینجا ایره خود براتون یک مثال گفتم، مثلا اینجا فکر کو که انمی ویندوز سرور چند بود 2016 است. هرگاه مثلا وقتی که ما تمام فیچرهای خود در اینجا انستال کردیم، تمام کارهایی را که انجام دادیم، اگر میخوایم که با دومین نو ما مثلا که من میاد کریت میکنم کانکشن بگیره، باز ما FFL یا FFL لولش از او را 2016 میگیرم که ای چی کنه، مثلا کمپاتیبل یعنی سازگاری کنه. کتش هدف دیگه است که سازگاری کنه، مثلا اونمو لول که از لول بتونه کانکشن خود چی کنه استابلیش کنه، که بازی رو ما شما میخوانیم فعلا متامت بر شما گفتم. و دیگهش دومین فانکشنال لول است. این دومین فانکشنال لول چی میکنه؟ ای با داخل خود مثلا دمی abc.com است. من مثلا دایی دارم ایزا سرور دارم، مثلا اکسچنج سرور دارم در قسمت، یا مثلا تیم جی مثلا سرورهای بیشتر هستن. اینجا وقتی که ما میاییم ای در خود انترنال در داخل مثلا میتونیم که لول اسیر مثلا کنترل کنیم. مثلا اگر ما بخوایم که اینمی رو اپگرید یا کنیم، مثلا باز ما اینجا وقت لول اینمی دی فل چی کنیم مد نظر بگیریم. خود چی هسته؟ دی دیگه این قسمت اینمی FFL و DFL مهم است که FFL گفتیم که به حساب اینمی دو لولایی که مثلا دو دومینایی که مثلا متفاوت می باشه، در اینجا ما او را مد نظر میکنیم. و دومین یا دی فلش که هست داخل خود اونمو دومینی که ما هستیم، اگر دو مثلا ما کدام لول، مثلا ما اینجا بر شما گفتم اگر اینمی اکسچنج سرور مثلا در 2016 است، ما اینجا ایره در 2008 انستال کردیم، خب اینجا باز این کانکشن یا نمیکنه. از اون خاطر اینمی دی فل در داخل از این کنترل میکنیم. مثلا باز ما امی اکسچنج سرور خودم باید از چی کنیم بعد 2016 که کانکشن ها چی شود سرعت بگیره، که میتونیم FFL به این شکل بگیریم که دو کانکشن های متفاوت یا دو دومین های متفاوت که مثلا در یک سایت دیگه سایت باشه که اونجا FFL را کنترل کنه، و DFL که است اونمو لوکال در داخل خود دومین ما دیگه دومین های ثبت داریم و اون اپلیکیشن ها رو چی میکنه کنترل میکنه. ولی اینجا یک پسورد برش میدیم، یک DSRM پسورد که برای دایرکتوری سرویس ریستور مود است که نمی پسورد شما را کانکت میکنه با خود اینمی کلاینت که سرور واقعا انستال میکنیم انجام میکنیم. یعنی میگه من یک پسورد برش میتم، وقتی که پسورد برش دادیم پسورد براتون یادتان باشه که اشتم یادتان نره پسورد مغلق پیچیده میتین. خب بعضو برش نکس میگیم، اینجا کرید DNS میشه، نام دومین ما باید از کرید شود که ببینیم کدام دومین دیگه خب به این نام گرفته نشده. بعد از او وقتی که ای اون به نام تک شد نکس برش میگیم. اینجا ببینین انمی لوکیشن سرور انمی سرور که انستال میکنیم انمی AD Active Directory و DS دومین سیستم دیتابیس که هست. این در اینجا در یک ویدیوی قبلی هم به شما گفتم که همیشه در درایو C در ویندوز یک فولدر به نام ntds.dit انمی
فایل که وقتی کریت شد میتونی میره کپی کنی که تمام دومین اکتیو دایرکتری دمی فولدر می باشه. اگه در حساب بکاپ یا استفاده میکنی پس از مو ریستور میشه. و در اینجا می ریویو سلکشن هست که ویو اسکریپت بگیم که تمام نام دومین و کامپیوتر نیم و اینی کل سارا براتون چی میگیره میتونین سیو کنین ان کیس یک پروفایل وریس براتون. ما نکست ورش میگیم، اینجا وریفای میکنه، مثلا پری ریکوست آف دومین کنترلر چک میکنه که چی چیزا میسنگ هسته. وقتی که از این مرحله ما پاس شویم دومین ما بخیر چی میشه انستال میشه. حالا ما منتظر هستم که ببینم که کدام میسنگ داریم یا خیر. دیگه ما منتظر میمونیم انشالله که کدام مشکل پیش نمیه. سرور موفقانه چی میشه انستال میشه. منتظر میمونیم که چی پروسه پیش میاد دیگه. بعد از این باز زونا را ما شما انستال میکنیم. یاد ما فعلا فوکس در این ویدیو شما چیزایی که ما اضافه اوجه میگم براتون او را قدر سرشون فوکس نکنین که او درسای بیشتر داره. در اینجا ما شما صرف همین دومین چه قسم انستال میکنیم پشتینی بعض اینمی علامه وارنینگ یا نگردین کامپلیت شد تمامش سکسسفولی شد میگیم انستال. در اینجا میبینیم که پروگرس امی خود دومین ما بخیر انستال میشه و بعضی که انستال شد باز ما بر شما میبینیم که دومین چه قسم فعال شد، نامش از کجا ببینیم، کامپیوتر ما تغییر کرده نکرده. در اینجا بخیر در مرحله انستالیشن هست. فعلا اینجا منتظر میمونیم که بخیر دومین ما چی شوه انستال شوه، کامپیوتر ما چی شوه از استند الون بره به چی دومین. استند الون او حالتی از کامپیوتر سرور میگه که هیچ کدام سنترلایز نتورک یا نتورک مرکزی نداره، یعنی هیچ نمیتونه که دیگه نتورک ها را مثلا زیر کنترل خود بگیره. اما وقتی که دومین شوه مکمل میتونه که تمام نتورک چی کنه مثلا تحت خود بگیره، مثلا یک سنترلایز نتورک شوه مثل یک دولت مرکزی ور شوه که 4 طرف چیزی که مردم عام است ایره تحت کنترل خود داشته باشه. خیال باش میبینیم که نمی اکتیو دایرکتری یا ما چی شوه بخیر انستال شوه. منتظر میمونیم. بازده دیگه فیچر هاست دیگه مسائل است که انستال میکنیم باز بخیر هر یک شد دانه کار میکنیم. فعلا باش که ببینیم که چی میشه که این دومین ما بخیر انستال شوه. این وقت میگیره دوستا، مثلا نظر به کامپیوتر هاست مثلا چک میکنه دیگه. در قسمت دوستا ببینین وقتی که این پروسس شو ریزالت سیکو میگه the server was successfully configured as a domain controller، اونجا ریستارت میشه خودش به شکل اتومات که ما اونجا گفته بودیم. منتظر میمونیم که سرور ما چی انستال و هرگاه دوستا وقتی که می ویندوز سرور ما انستال شد بر شما ما گفتم که امی قبل از یوزر شما اگه ادمین باشه یا احمد یا ای بی سی هر یوزر که شما باشه قبل از او دبل بک سلش مثلا اضافه میشه و نام دومین اضافه میشه. اون وقت شما میفهمین که کامپیوتر شما از استندالون به چی تبدیل شده، به یک دومین کنترلر تبدیل شده. یاله در این قسمت ما شما میایم میبینیم در کامپیوتر که روشن شوه اینجا بر ما واضح معلوم میشه که خود اینمی کامپیوتر دومینش موفقانه انستال شده. یعنی ای را شما میشه دوستا به یاد داشته باشین از تجربه خودم. کامپیوترهای لب به خود جور کنین در خانه یک بار نه 20 بار شما انستال کنین اینمی رولز فیچرها دومینا را، چرا که شما جای میرین بعض وقت یک مشکل کوچک برمیخوره، این آی سی مشکل داره آی پی مشکل داره. در قسمت خود ورژن ها متفاوت است، یعنی خدا نخواست دچار مشکل نشین سردردی. همیشه مثلا پرکتس بیشتر کنین، یک دومین 10 بار 20 بار انستال کنین انستال کنین چیز شما نمیره چیزتان کم نمیشه، مثلا صرف وقت میگیره. شما میتونین
که نمیره به بارها ایره شما پرکتیکال کار کنین، یک لب در خانه جور کنین، یک کامپیوتر قوی داشته باشین، دیگه در یک ساعت میتونیم هم اینستال کنیم هم ان اینستال کنیم که بر شما یک بهترین پرکتیس شوه. و خود کامپیوتر ساینس یعنی بخش آی تی، مثلا بخش هلپ دسک، اینی چیزا، پوزیشن های نتورک ادمنستریشن، نتورک منیجمنت، تمام دوستا مثلا جایی که شما را خوش میکنن، از کار شما خوششان میاد، در بخش ترابل شوتینگ هستم. شما اگر ترابل شوتر خوب نباشین، به حساب حل مشکل که بتانین حل کنین، اونجا شما موفق هستین. جور کردنش خو آسان است که یک بار جور کنی، اما بعد چالشایش مثلا که شما مد نظر میگیرین، اونویش مثلا که حل کردن میتونین، اونویش مهم هستن. به این قسمت دوستا میایم در اینجا ببینین دوستا، اینا قبل از ادمنستراتور به نام تک بکسلش ادمنستراتور دومین ما چی شد انستال شد. خب در اینجا کدام پسورد رو استفاده میکنیم؟ سعی کنم پسورد چی خدا میزنم، کامپیوتر ما چی شد باز میشه مثلا. خب در اینجا وقتی که باز شد میبینیم که اکتیو دایرکتری سرویس ها باید از انستال شده باشه. در اینجا پایان وقتی که میایم اینمی دو ای بای دیفالت می باشه. حالا ببینیم که در اینجا وقتی که پروسه پیش میره دیگه سرورهای ما باید از باشه. این در طول سا میتونیم اینه به نام چی هستم؟ اکتیو دایرکتری یوزر اند کامپیوتر. اینم اکتیو دایرکتری چی شده قسمت این انستال شد. دی ان اس هم همچنان دیگه قسمت چی شده انستال. هر روز که ما شما دوستان انستال میکنیم در این قطار اضافه میشه. اینه دی ان اس ما دومین نیم سیستم ما در قسمت این تاریخ امروز به این ساعت شده انستال شده. و این هم چی هسته؟ ADS ما اکتیو دایرکتری ما سیم دیت. خب ببینین یال ما در CMD میم، در CMD نشته میکنیم سیستم انفو. در قسمت سیستم انفو برش نشته میکنم. حالا ببینیم که استندالون است یا نه. این OS configurations، این پرایمری چی است؟ دومین کنترلر است. از استندالون شد برآمد. همین شکل دیگه میتونیم پنگ میگیم پنگو بر ما باشه این ما کمک خورد کنیم باش که بیایم بالا. میگیم پنگ 192.168.1. میگیم پنگ کو برای ما 192.168.1.10. اینو ببینی که ریپلای آمد یا نه. همین شکل اینو مثلا پنگو مثلا tech.com باید هست با ما چیه؟ جواب بیه. این دومین ما چی هست؟ فال. یاله در این قسمت خود دومین ما سکسسفولی شد انستال شد و دوجه سیستم هم دیدن که تغییر کرد به پرایمری دومین کنترلر چین شد و ما همچنان مرحله پنگم انجام دادیم. یعنی دومین ما یعنی به شکل موفقانه انستال شد که انشالله در ویدیوی بعدی متباقیش باز انشالله پیش میبرم. تشکر.